من فکر کنم اشتباهی ترین مهمون این مجموعه گفتگوهات هستم امیرحسین، چون که من نه پول دارم نه اصلا طنز جالبی دارم. فکر کنم که خیلی برنامه و گفتگوی بورینگی باشه. همه سیاوش‌ها مو ندارن. چیه تو سیاوش قمیشی است، شما هم که مو نداری. ولی خب چیزای دیگه ای دارم. میشه کرده. علم، یعنی علم خیلی زیادی دارم. ببین چون خب تو برنامه‌ای که میسازی خیلی سوبره. یعنی برنامه‌ای که باید آدم کله خالی ببینه. یعنی بدون مغز منظورتونه کله خالی؟ نه، همین که اصلا همین سوال میپرسی ناخواسته بودش. ما کلا اصلا ناخواسته به دنیا آمدیم راستش بخواین، چون که ما مربوط. چی داری میگی؟ بابام میگه. دو قلو بودن چه شکلیه؟ این که میگم وصلید به هم و اینا هست یا نه؟ ببین بچه بودید با هم گریه میکردی این چیزا؟ آره ما یه تخمک بودیم که در خیلی استرس دارم جدی، هر بار که در این مورد صحبت میکنی استرس میگیرم.